علومان ساحه گوناگون برآ نظرند که قسمت اعظمی بیماری ها بر اثر ترس است. البته در بعضی موردها ترس منفعت دارد. ولی چرا ملت ما دیده و دانسته ترس را در وجود فرزندان خود جای میکنند. همه ما و شما خوب آگاه هستیم در 4 منطقه تاجیکستان کودک را در گهواره ما چی میگوییم؟ خب کن اجین آمد، خب کن جین آمد، خب کن دیو آمد، انا ریش کلان آمد، انا کله کلان آمد، انا فلان آمد. تمام صنعتمان را استفاده میکنیم تا که کودک را بترسانیم و همزمان مادر شیرش میده. یعنی ترس با شیر مادر ما در وجود اطفال خود، فرزندان خود جای میکنیم. با بالای این ملت ما 1000 بار شکر حالاش استقلالیت دارد. همه بیاید به قفا برویم. 1000 سال این ملت را ترساندند. عرب آمد، مغول آمد، فلان آمد، بادیانشین آمد، فلان آمد. ولی امروز ما امکان داریم که مثلا فرزندان خود را در روحیه ناترسی تربیت کنیم. اطراف همین موضوع حالا صحبت داریم با روحشناس جناب محمود کبیری. یک جان تشکر برای آنکه شما درخواست ما را، خواهش ما را اجرا کردید و آمدید به برنامه پیوند. من خوب آگاه هستم که چند ماه پیش شما یک مقاله جناب ترس نوشته اید و اصلا انتخاب موضوع من که ما میکنم هم فکر هم هستیم به همین خاطر در موضوع ترس شد. نظر شما؟ البته همه چیز که در عالم به وقوع میاد حکمت خود را دارد و از آن جمله عامل ترس. و اگر ترس رو همچون مفهوم علمی اگر ما شرح دهیم، این احساسات است. احساسات است که انسان را از دست دادن یگان چیزی مقدسش درک می‌دهد، خبر می‌دهد. یعنی ترس بعدی درد پیدا شد. چون که وقتی که اگر ما به تاریخ روندی حیات نگاه کنیم، وقتی که رستنی ها از یک جا به جای دیگه کنده می شدند و آنها با ریشه های خود را به پای مبدل کردند و به حیوان مبدل شدند و حیوان گوییم که برای آنکه درد، یعنی که حیات خود را فهمد که در زیر خطر است، یعنی درد را حاصل کرد و درد را خبر میکرد. اکنون وقتی که به جهان حس گذشت و حس مرکبتر شد، احساس مرکبتر شد، برای اون که درد که نافوران بود حیوان این را حس نکند، ترس پیدا شد. یعنی پیشکی در جهان، در عالم احساس، اگر که عقل ما با واسطه منطق به چیزی رسد، در عالم احساس انسان، حیوانات با واسطه ترس از واقعا، از کارهایی که تهدید آورند یا که یگان مقدسات او رو در زیر خطر میمانند حس کرده می شود. احساس ترس اداره شونده است یا نه؟ ما می توانیم همین نفر را ترسو تربیت کنیم و یا ناترس تربیت کنیم؟ البته چون که در معینه سر یگان چیز به مرکز نیست و از آن جمله ترس در معینه سر مرکز دارد و اگر ما این ترس را تیز از خوردی به انگیزش دراریم، آدم ترسو می شود. و اگر ما کسی رو که در زیر تاثیرات مثلا تربیت یا که چیز دیگر میگیریم، اگر همین مرکزی ترس او را احتیاط کنیم و ماننده که مثلا یک باره امکان نیست که ما گوشتینگیرا را، مثلا ورزشکارا را یک باره وزنینی سخت کنیم. ما اگر یک باره ترسی وزنین جریان است، اگر بسیارتر تاثیر رسانیم، انسان میتواند که ترسو شود. محمود جان، یک رفیق ما گفت که من در سیبیر خدمت کردم در زمان شوروی. 1000 کیلومتر جنگل طی کردم، یگام اجینه مرا دریافت نکرد و نمی ترسیدم. ولی در قشلاقم از پیش خانه مامای حکیمه گذشتن آنچنان می ترسم که حتی در چیل رسیدم. چی هستی؟ البته
این باز روند انکشافی روانی ملت خودمان را دیدن لازم است. در دین اسلام ایمان باوری مثلا به سوره جن که هست، جن ها دارند. ما این کار نمیکنیم اجینه جن بیزار باشد، ولی لیکن من میخواهم که اینو فهمانم حاضر. مقصد من همین است که ما نازکیش یافتیم. نازکیش دارم که این جن و اجینه و دیو و پری هایی که میگفتند اینها همون موج هایی بودند که در سر ما شکل، در سر ما ابراز میکردند. یعنی که اینها همچون موج، همچون ذره های خورد در فضا وجود دارند. یک اطلاعی دارند. مثلا حالا موج مثلا ما را نگاه دارند در کجای دنیا که نباشند، با واسطه موج تلویزیون شکل آواز ما را میشنوند. همین طور که در بیرون هست موج های اطلاعی که معینه سر بعضی آدم ها آنها را شکل میده. لیکن انسان هم میتواند که خودش همین ابراز و همین شکل با وجود آورد. یعنی خودش هم میتواند که ضرر رسانده، یعنی که از شنیده، از دیده میتواند که خودش هم یک شکل اجینه یا که شکل شیطان یا که شکل‌های گوناگونی که در مثلا بین مردم پهن شده است. این کار از خوردی می شود. وقتی که ما کودکی رو میگوییم که انا فلان جا این خیلی است، یا که بعضی آدم‌هایی هستند در بین مردم که بسیار محبتی کلام میکنند، برای آن که توجه مردم به خود جلب کنند آنها دروغ میگویند و از بافته خود، از روایت بافته خود کسانی که در اونجا گوش کرده ایستادند آنها را سرایت میکنند و این سرایت هرچند که ما با عقل خود آن در نظر گیریم نمیتوانیم نظارت کردن، ولی حالت ها و جای هایی میشود که انسان خودش را اداره کردن نمیتواند و همون اطلاعی که در معینه سر اون کس بود همان وقت بیدار میشود و اراده را مثلا مانندی که پشه میگزد و جای گزیدهش رو به درد میکند که آدم حس نکند، ترس هم اراده را کرخت میکند. برای این آدم در حالت ترس بسیار کارها رو کردن نمیتواند. محمود جان، ترس در جن هست؟ از ترسو تولد میشود یا نه؟ 30% هست. 30% هست. حاضر این گویم که یک در زمان شوروی میگفتن که مثلا مبارزه ایدئالیسم و ماتریالیسم بود و حالا همین دوام دارد. میگفتن که 30% خودی گن، یعنی خون آدم خیلی بودن است و 70% از تربیه میگفتن. حالا در خارجه که ما باز این اطلاعی نو گرفتیم، برعکس 70% رو میگن از حساب گن است و 30% از حساب تربیه است. ولی انسان از حیوان فرقیتش همین است که میتواند با عملها و کارهای مخصوص میتواند که قریب که 100% گین خود، خون خود را به دست گیرد. و ما همین سالهای 90 وقتی که جنگ ها شد در زیر شعور مردم ما ترس جا گرفت. یعنی که در هوش نه، مثلا با واسه عقل آدم میتواند رو برطرف کنه، دیگه در زیر شعور جا گرفت. ما قریب 10 سال روانشناسان، روانشفایان، کسانی که مثلا بر روان آدم سر و کار دارن، در مدت 10 سال با چیزهای نائل شدیم که توانستیم تا 60-70% مردم را از همین ترس زیرشعوری خلاص کنیم. چون که اکثر مردم وقتی که نهان ترس دارد نمیگوید و ترسش را پنهان میکند، چون که حالا انستیتوت‌های محافظتی در ما هستند، مثلا سود و پروکراتور و میلیسه و آدم‌ها را مثلا محافظت میکنند، سیستم دموکراتی. ترس را همچون یک چیزی اگر که با وجود یک چیزی بزدلی خیال میکنند، ولی در وجودشون که هست آنها چیکار میکنن؟ آنها فکر میکنن که دکترها از دستشان این نمیبیاید، چون که فقط دارو میتیت گفته، آنها با کسایی مراجعت میکنن که با طبیبان یا بینکا یا کسانی که مثلا در بازار سیاه تیپ کار میکنن و این خطای بسیار سخت میکنن، چون که آنها دویم باره زهرآلود میکنن این کسا را و با فلان چیز هست گفته فلان کارها را کنید، یعنی که بعضی چیزهای ریتوالی را میفرمان که آنها باعث گویا با گفتی آنها باعث گم شدن ترس میشه. حالا ما امکان داریم که با پروفسیونال، یعنی با شکل کسبی پخته‌کاری همین وجود ترس رو از زیر شعور بدر کنیم. بله. این امکان هست. ما روانشفایان حاضر همین امکان رو داریم و بسیار خوب میشد که مثلا توجه وزارت تندرستی ما نسبت به روانشفایی، نسبت به عامل هایی که مثلا از حساب روان بیمار میشوند و عادی کرده اگر گیریم
از 10 بیماری که عضو بیمار میشد ما کارهای علمی بردیم تا 6 تای آن باید دارو نخورد و نیازمندی کمک است، نیازمندی کمک روانی هست و این بیماری ها رو فونکسیونالی میگویند. و اگر این 6 کس که دارو نخورد پس پول سومی که دولت ما برای داروخوری میدهد این پول رو ما میتوانیم در استفاده مثلا مرکزهای یاردمی روانی، مرکزهای یاردمی دیگر چیزها صرف کنیم. و اگر در جمعیت ما سیستم روانشناسی و روانشفایی پوره مستحکم نشود، برآمدن مردم ما از حالت احساسی به حالت عقلی اکثر مردم بسیار مشکل می شود، چون که ملت ما زینه های خود را دارد، انکشاف خود را مانند همه جمعیتی که در دنیا هست و جمعیت شناسا گفتند. بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشم که در صحبت ماست روحشناس محمود کبیری. موضوع صحبت ما ترس است. بیایید تصور کنید در عائله یک چچن پسر 3 ساله یک تلویزیونی بگذار $1000 را میشکند، خب چپه میکند. خب ولی پدری وای میگوید که این جیگیت است، بزرگ میشود میخرد. ولی در خانه تاجیک اگر یک پیاله که همه شده 16 درم است افت چیک است، یک هفته مثلا پسر را یا میزنند یا دشنام میدن یا میترسانند و یا جزا میدن. آیا این تاثیر نمیرساند در مجموعاً با ترس در ملت ما؟ خب تصور کنیم که انسان رو تصور کنیم که باز بغیر از مرکزی ترس مرکزی دلیری دارد. یعنی که ما با کدام تکمچه‌ای که زیر کنیم، اگر ما با تکمچه دلیری زیر کنیم البته که فرزند کلان که می شود دلیر می شود. و کافکاس، مردم قفقاز سالیان زیاده از 300 سال هست که مبارزه گویم یراقناق می دارند. مردم ما مبارزه احساسی و معنوی برد و در این جاده غلبه کرد. اگر که معنویات بلندی ما نمیشد ملت ما از بین میرفت. خوشبختانه توانستند مردم به فرهنگ ما این با زبان والا، با معرفت بلند، با ایجادیات بغایت بلند پایه خود توانستند که این زبان رو نگه دارند و زبان تخم شد که باز ملت از سرنا خوشبختانه پیدا شد. لیکن در مردم کافکاز چنین است که آنها از حسابی وقتی که ترس با شعورانه پخش کرده می شود اینستینکتی آدم بیدار می شود و مبارزه آنها اینستینکتیوی اکثر وقت است. مثلا گیریم خودی همون چچن‌هایی که شما گفتید، اگر در نظر گیریم تاریخ آنها رو، در مدت چند صد سال چندین بار سرکوب شدند و چندین جوان مردم ملت خود رو صدها هزارشون از دست میدهند. و آیا ممکن است که این مبارزه رو عوض کرد که به شکلی دیگر؟ آیا که ممکن اگر که وقتی اینه که همون راه همون رو گرفتن و ناترسانه مبارزه بردن و خود رو قربان کردن، آیا این درست است که باعث کم شماری ملت می شود یا اینکه واسطه دیگر، یعنی با واسطه عقل مبارزه بردن؟ مثلا در همه انسان ها در 3 حالت قرار دارند. حالتی مثلا گیریم جسمی، حالت احساسی و حالت عقلی. کم می شود که 4م زینه هست، حالت معنویات بلند. چون که ملت ما بزرگیش در آن است که دوستان خود دارد و این زینه بلند معرفتی است. در زینه جسمی وقتی که انسان است مثلا میزنن از حساب ترسی درد انسان بعضی کارها رو نمی کند. یعنی ترس واسطه هست که انسان رو نگه می دارد از بعضی عملهایی که از اون عملها مثلا بعضی ها رضا نیستند. مثلا در دین گیریم خداوند با واسطه دوزخ میترساند، در دولت گیریم با واسطه از آزادی محروم کردن. مثلا در جمعیت گیریم ما وقتی که عقیده مردم رو به نظر میگیریم ما از مذمت و از طعنه مردم ترسیدن بعضی کارها نمیکنیم که آبروی آن نریزد گفته. و تصور کنید که در زینه احساسی ترس هست و اکثر آدمی که احساس به احساس گرفتارند و آنها البته ترس دارند، چون که مرکزی احساس و مرکزی ترس همسایه هستند. جناب محمود، آیا ترس زیاد میتواند غرور ملی را کاسته کند؟ البته ترس اگر از نظارت عقل که بیرون شد نه تنها غروری ملی بلکه سلامتی را ویران میکند. ترس حکمتش آن است که اگر در
در ایداره شونده باشد. ما فقط در زینه عقلی با واسطه دانش می توانیم که مثلا ترس خود را اداره شونده کنیم، ولی بدون این امکانیت، یعنی که امکانیتی برطرف کردن ترس وجود ندارد و یگانه راهی که پادزهری که ضد ترس است این اطلاع لازمی هست. آدمی که دانشش کم است بیشتر میترسد، چون که ترس این نامعینی هست. وقتی که آدم نمیداند که کدام واقع می شود، چی کار می شود. و البته ما باز در رساله خود من نوشتم که با واسطه نه تنها سخن ما مرکزی ترس معنی سر و کلید شده آن را خاموش میکنیم که مثلا دیگر خصلت های هوشیاری و خصلت های دلیری دلاوری ملت خود را ما بیدار کنیم که این را ما کرده ایستادیم و در برنامه فرهنگی تیبی رادیوی تاجیکستان ما مخصوص مشق‌های روحی نشان داده ایستادیم به مردم که مردم توانسته ایستادن و گاهی صدها آدم از این پرابلم ها مثلا خلاص شده ایستادن. و دویم اینکه امکان هست که ما با واسطه استعداد روحشناسی خود نورهای سازیم، با واسطه اون نور تاثیرات به انسان رسانیم که انسان خودش تاثیرات الکترومگنیتی به دیگر رساندن میتواند. و اکثری اون سوالی که شما دارید، اکثری بیماری ها از حسابی اطلاع هستند، اطلاعی که معنی را ویران کننده است، ضد هست، یا بر ملت باشد یا که بر خود انسان باشد، با شخصیتش باشد. و اطلاع احساس میدهد. وقتی که احساس پیدا کی شد، یکی از همون احساس ها میتواند که ترساننده باشد، یعنی ترس باشد. جناب محمد یک مثال میارم، بحثناک است. شاید بعد افیر زنگ میزنن به من چیزی میگوین، ایراد میگیرن. یک فیلم تماشا کردم. فیلم البته این واقعه های اصلا ریالی حیات و نوار میگیرن یا که روی نوار میارن. یک نفر رو مثلا یک 15-20 نفر اوباش یا که مثلا تروریست از قفای وی اسب میتوزن. اول محاصره میکنن ولی وی یک نفر از زده بیرون میشود. تقریبا 2-5 کیلومتر میرود، میایستد، یک موقع موافق میاد، چند نفر دیگر رو نابود میکنن. بعدا میآید لب یک کوه، پایان اقیانوس، بلندی تقریبا 100-200 متر، باز محاصرش کردن ولی او با اقیانوس پرید و نجات یافت. در 3 مورد اگر تاجیک یا مسلمان میبود میگفت که نصیبم همین بوده است. میایستاد و سر را به شمشیر میداد. اندیشه شما؟ این عجیب چیز است. مثلا چون که بسیار نازک شده است، مثلا اگر نصیبش بود گفتن. من بسیار در باره این باز رساله دارم و کافتوکاوهای زیادی در ادبیات های دینی یعنی که ما که در ادبیات های دینی من بسیار مثلا چیزها را آموختم. اکثر مردم قانون و قاعده های مثلا که خداوند ایجاد کردن که آنها را گفته است رعایت نکرده امید میکنند، این باعث آن می شود که یعنی که وقتی که میگویند که نصیبش بوده است، این نشان داده است که عقل همون آدم همون واقعی میشدگی رو، همه بند و بست هایش رو نفهمید. اگر که ما با کدام واقعی نباشد نظری عقلانه بذاری، ما همون مکانیزم، همون بند و بست، همون یک جزوی همون پرابلم رو یافته میتونیم که خطای انسان در همون جا بوده است که همین واقعیش شد. ما در روزهای آخر رابطه داریم با روانشناسان روسیه و آنها هم در جاده خود مثلا به نظر داشتی فرهنگی ملی خود، آنها بسیار چیزها را مثلا سببگاری واقعه های ناخوش شدن، بیمار شدن، از آن جمله میگوید ترس، از آن جمله غضب، احساس های منفی، حسد، حس، بسیار چیزها رو مثلا کار کرده برآوردن که ما در فرهنگ خود که ها اینها رو داریم. میگویند به ما که مثلا این چیزا به ما تاثیر منفی دارن و در اون واقعه گفتید که مثلا انسان میتواند در خود کتاب های دینی حتی گفته شده است که انسان میتواند که خدا گفته است که 4 چیزش را عوض کند. وقتی که دموکرات بزرگ خداوند همین شد که وقتی که در لوح محفوظ در کدی لا اله الا الله محمد رسول الله همه تقدیرهای عالم ها رو نوشت،
در همانجا لوح محفوظ ببالید و بگفت که از من داناتر در تقدیر کیست. خداوند گفت که هر چی را خواهم عوض میکنم و 4 چیز را برای آدم عوض شونده گفت. یکی عمر را، یعنی تقدیر نصیب هست ولی ما آنچنانی که هست واقع بینانه با اون نظر نمیکنیم. هر مشکلی که آمد سرخم میکنیم و میگیم که تقدیر چنین بوده است. ولی چنانی که گفتید یعنی که امکان دارد مثلا یا اینکه مثلا روبرو میشویم به همین حادثه‌ای که ما امکانی از وی برآمدن داریم ولی زود البته دست بالا میکنیم. فقط علاج حالا که علم ما نیافته است و ما هم روشناسان گویا که علاجشون این فقط پیری هست. ما علاجی همین گوییم که در خارج عوض میکنن مثلا عضوها رو، لیکن خود معینه باز پیر میشود. یعنی که این علاجش بسیار مشکل است. دیگر همه چیز، همه واقعه ها، همه کاری میشه. فقط همین گفتنی در آخر گفتنیم که به مکتب توجه دادن، به روانشناسان رفت آمد خوب کردن، روان انسان رو در هر گونه واقع و کارها به نظر گرفتن و در هر سیستم و کارخانه ها و ساحه های حیات وارد ساختن مثلا روانشناسان، روانشنفان. این باید معرفتی است که مردم ما میتوانند و خوشبختانه بنایل شده است. جناب محمود یک جان تشکر. بار دیگر یادآور میشم که محمود کبیری روحشناس بودن در صحبت ما در برنامه پیوند. برنامه ما ادامه دارد.